آقا داستانه، من بخوام یه خودشناسی رو بگم، به یه مرحله خودشناسی برسیم. اصلا داستان زندگی چیه؟ اصلا ما اینجا چه کاره ایم؟ چی کار میکنیم؟ از کجا اومدیم و به کجا داریم میریم؟ چی رو با خودمون میبریم؟ ما کی هستیم؟ ما کی هستیم؟ آیا ما این بدنیم؟ انگار مثلا یه گونی، انگاری ما این بدنیم و ما رو ریختن داخل این بدنه. حالا دو تا سوراخ هم اینجا کردن، از این سوراخ‌ها داریم میبینیم. این هم چشامونه، اینجا داریم میبینیم. عموما اینجوری تصور میکنیم دیگه که ما این بدنیم، ما رو ریختن داخل این بدنه و از اینجا هم داریم با این چشام داریم نگاه میکنیم بیرون. این واقعیت نیست، این اینجوری نیست. ببینید اصلا ما این بدنه نیستیم. هم که شوی تشریف ببینید. اینجوری تصور کنید این ما هستیم، این ما هستیم، اینم بدن الانمونه. این بدن الانه، این رو کمش کن بابا. پس چی شد؟ ما یه قبلی داشتیم، ما یه قبل از اینکه به این دنیا بیایم ما بودیم. این قبله، قبل از تولد، قبل از تولده. این الانه، این الانه که اینجا با این بدن توی این دنیا داریم، توی این جهان داریم زندگی و بعد از مرگ و میمیریم. بعد از مرگ این بدنه چون بدن فیزیکیه و طبق قوانین فیزیک آنتروپی براش حاکمه. آنتروپی یعنی چی؟ یعنی از یه جایی میاد بعد میمیره، بعد رو به زوال میره، رو به نابودی میره، از مثلا دوباره به خاک میره. یعنی همه چی تو فیزیکی اینجوریه دیگه. قانون آنتروپی یعنی قانونی که مثلا رو به زوال میری، رو به نابودی میری. بچه هست، بزرگ میشه، پیر میشه و بعد از پیر شدن دوباره میمیره. این بعد از مرگ. بعد از مرگ این بدنه نیستش، ولی این ماییم. این اسمشو چی بذاریم بچه ها؟ این اسمشو مثلا میذارن روح، مثلا میذارن آگاهی. میدونی آگاهی الان کجاست؟ الان یه دقیقه شما همینجوری که نشستی وزن تو حس کن، مثلا 80 کیلویی، 70 کیلویی، وزن تو حس کن. تونستی وزن تو حس کن؟ کی داره وزن رو حس میکنه؟ اون تویی. ببین تو این بدنه نیستی، تو بدن داری، تو اینی، تو این آگاهی هستی. و این چیه؟ این مسیر تکامله، مسیر تکامل. باز هم دوباره ما ممکنه در قالب دیگه، در شکل دیگه، در یک جهان دیگه دوباره باز به این دنیا بیاییم. اگه به هر حال اینم یه شرایطی داره که ما به این دنیا میایم، یه شرایطی داره، اینکه ما نیاز داریم، ما انتخاب میکنیم تو مسیر تکاملمون کجاییم. برای اینه که میگن کسی رو قضاوت نکن. تو نمیدونی این الان مثلا ما فکر میکنیم طرف مثلا کور به دنیا اومده، طرف مثلا معلول به دنیا اومده، طرف مثلا تو آفریقا به دنیا اومده از گشنگی دارن میمیرن. اینجوری نیست. این قضاوت‌های دنیایی توئه، قضاوتی که بر اساس این بدن و این جهان داری تو داری قضاوت میکنی. اینجوری نیست. اون بستگی داره توی این مسیر تکامل کجاست. شاید الان طرف نیاز داشته مثلا با یه پا کور به دنیا بیاد. اینجوری نیست که تو فکر کنی مثلا این، نه، اون بستگی به خودش داره. حالا ما بعد از مرگ بدنمون از بین میره، ولی ما از بین نمیریم، ما هستیم، ما باز هستیم. این حالا فعلا تا اینجا داشته باشید، توی پست‌های بعدی بیشتر در موردش توضیح میدیم.